بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. دوستای گرامی و هزار عزیز، پدران بزرگوار، برادران محترم و جوانان و نوجوانای دوست داشتنی، الله متعال این نشست ما و شما را به عنوان یک عمل مخلصانه بپذیره و پروردگار متعال دینداری و پیروی از دین در زیر سایه فهم و دانش دین به ما نصیب کنه. دینداری و دیانتداری بدون علم هم مصیبت های کلان خود داره. علیکم السلام. این سوره مبارکه با نام سوره المسد یاد میشه یا سوره تبت. و روایت ها مسد تبت. تبت نام سوره مبارکه از آیه اول این سوره گرفته شده. دلیل و علت نازل شدن این سوره مبارکه که به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده این بود که در قرآن زمشان جای دیگری آیت می آید که اون آیت نازل شد وانذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندای نزدیکت از عذاب الهی بترسان. و یک مقوله مشهور و معروف هم است در بین مردم ما و شما. علیکم السلام. بیا پیش بیا عبدالله. در بین مردم ما و شما مشهور است، میگه وقتی که کسی را بگوی که متوجه رفتارت باش، بازو میگه که بچه های خودت چی؟ خانواده خودتان، برادرای خودت اصلاح نیست؟ برو اول خانواده خودت اصلاح کن، باز ما را اصلاح کن. این گپ دیگه از یک لحاظ خوب است، آدم متوجه خانواده خودش باشه، باید خانواده خودش اصلاح کنه. ولی از طرف دیگری این گپ برخ دیگرها کشیده به این معنا، این گپ برخ دیگرها کشیدن به این معنا که آنچه که تو از خیر میگوی من قبول ندارم، این درست نیست. حالا شاید خانواده خودش از زیاد زحمت کشیده باشه، بالاخره نشده، توفیق میسر نشد، ولی وقتی که گپ خیر به ما پیشنهاد میکنه، خب گپ خوب و گپ خیر قابل قبول است، هر کسی که باشه. الله متعال برای اینکه امی دروازه و امی دریچه انتقاد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بسته کنه و پیامبرش دستور داد که خویشاوندا، اقارب و رشته‌دارای نزدیک خود به اسلام دعوت بکن.
این آیه مبارکه که نازل شد، باز پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در کوه صفا بلند شدن و اونجا با صدا و آواز یا صباحا صدا کردن. این مردم قریش عادت داشتن اگر کسی در کوه صفا ایتو یک صدا را بلند میکرد که یا صباحا، این کنایه از آمدن دشمن بود، یعنی دشمن بالایتون حمله کرد، متوجه باشین، الا بلند شوید، الا بخیزین. بعضی از صداها هست که اون صداها بالاخره مردم از خواب هم بیدار میکنه، حالا خوابی طبیعی یا خوابی به خواب زدگی. مثل که چند سال قبل در ترکیه کودتا شد، کودتای نظامی. مسلمان های ترکیه رفتن در لاسپیکرها شب اذان دادن، وقتی اذان نبود، وقتی نماز نبود، اذان دادن. و اذان یک بار مردم کل ملت ریختن به سرگاه، آمدن جلوی کودتاچی ها را گرفتن، نگذاشتن کشورشون خراب شود با اذان. در اونجا وقتی که صدای یا صباحا بلند میشد، مردم بسیار با یک پریشانی و یک تشویش از خطر حمله دشمن بالایشان بیرون میشدن. همه رفتن به سمت کوه صفا. در اون جمله ابو لهب کاکای نبی علیه السلام هم است. اونجا که رفتن نبی علیه السلام مخصوصا فامیل و خانواده خودش، همین کاکا و بچه عمه و بچه خاله و خویش و اقارب رشته‌دارای نزدیک خودش مخاطب قرار داد که من شما را از عذاب الهی میترسانم. چون قرآن عظیم شان هم همینطور دستور برش داده بود که وانذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندان نزدیک خودت و رشته‌دارای خودت از عذاب الهی بترسان، بیم بته که اینا عمل اصلاح شوند. نبی علیه السلام در جریان امی صحبت ها و امی گپا بود که یک بار ابو لهب کاکایش بلند شد. بعضی کاکا بسا بی غیرت و بی همت می باشن. خداوند متعال ما و شما را برای برادرزاده هایمان کاکاهای با همت و با غیرت بگردانه انشاءالله. و غیرت هم غیرت اسلامی و غیرت بجا نصیب کنه. بعضی کاکاها هست که در زندگی برادرزاده از گرسنگی را مرده، لقمه نان برش نمیده، ولی وقتی که برادرش وفات کرد باز به خاطرش نشان دادن شینگ خودش دار و نداری از یتیمکای برادرزاده کلش خیرات میکنه، دیکار بار میکنه، برادر فلان خان است، جنازهش تکله میکنه. این برادر به همت است. در زندگی اصلا توجهی به درسی از این برادرزاده، به تعلیمی از یا به زندگی از یا به رفتار و کردار و اخلاق و آداب و احترامی از هیچ کاری نداشت، سر و کاری نداشت، سن پروایش نداشت. آره دیگه بعد از اینکه برادر وفات کرده دیگه صاحبی مرده شده علی. این کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم متاسفانه جمله همون کاکاهای بسیار بی غیرت و بسیار بی همت و بی معنا. دیگه همه مردم نشستنی بلند شد، از جایش بلند شد و برای نبی علیه السلام با همین دو تا دست اشاره میکنه، میگه که تبت لک سائر اليوم لهذا جمعتنا، برادرزاده نابود شوی، هلاک شوی، مگم تو به خاطر زمی گپ اینجا ما را جمع کردی؟ به خاطر زمی گپ ما را اینجا جمع کردی؟ امی گپ بود؟ آیا تو کل خداها را آمد یک خدا جور کردی؟ ما فقط به دنبال یک خدا باشیم، این همه خداها را ترک بکنیم؟ خب بالاخره گپای بی‌ادبانه خدا گفت. او به پیامبر خدا هلاکت فرستاد، دعای هلاکت کرد. الله متعال از بالای 7 طبقه آسمان ها وحیش توسط جبریل علیه السلام نازل کرد و هلاکت ابولهب فرستاد. سرنوشت ابولهب چی شد؟ این سوره نازل شد، سرنوشتش چی شد؟ ابولهب به یک مرض گرفتار شد. یک مرض ای گرفتار شد که
بعضی ها نوشته کردن گفتن که مرض جذام، مرض جذام بذال جذام به مرضی گفته میشه که اگر به کسی او بیایه و کسی را بگیره ایتو اندام انسان بنده بند جدا میشه. این به مرضی گرفتار شد که اگر کسی به خاطر تداوی از این نزدیکش میرفت دردی از این زیاد میشد، علمش بیشتر میشد. برن به بچه هایش صدا میکرد که نزدیکم نبیین که مصیبت و دردم کلان میشه. بالاخره آیسته آیسته ای را به محال خودش رها کردن، همونطور گذاشتن و این مرد. جسدی از این آدم چنان متعفن و بدبوی شد که دیگه کسی هم نمیتونست که نزدیکی جسدی از این بره. تا به اینکه بچه هاش رفتن 2-3 نفر از مزدوران و کارگران لبی سرک آوردن و گفتن که جسد اینمی را برده داخل یک خندق بندازیم. آمدن جسدش گرفتن، کشکش کرده بردن داخل یک چقوری انداختن. جوانای عزیز، اگر واقعا ما با الله متعال راست باشیم، پروردگار متعال جسد دشمن ما را به چشمای ما نشان میده که در چقوری ها و در گندگی ها میندازه، ولی به شرط ازی که ما من حیث مسلمان با الله خود صادق و راست باشیم، با دین پروردگار متعال صادق و راست باشیم. هر کار و عملی را که ما میکنیم در او کار و در او عمل خودمان اخلاص داشته باشیم، صادقانه. والله الله متعال در کار و در زندگی ما برکت و خیر نصیب میکنه. ما مشکل داریم، به همین خاطر هم ما شب و روز به خاطر یک لقمه نان گم هستیم. تمام شب و روز زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، همه ما فقط به خاطر لقمه نان. و نه، نان چیست؟ الله متعال این سگای ویلگرده که دی سری سرک و اینجا میگرده ای طرف به اینا رزق میده، به اینا روزی میده. ما وقت که مسلمان هستیم چطور به ما نمیده؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه با خانمش از داخل یک کاسه نان میخورن، ثرید، نان ریزه کردگی را میخورن. بجای از اینکه کاسه کم شو و زیاد میشه، ابوبکر صدیق هم حیران موند که چی گپ است؟ بجای از کم شو زیاد شده میره. رفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید نبی علیه السلام این یک وضعیت؟ گفت بله، این کرامت است، عزت است و این برکت است که الله متعال به شما نصیب کرده. الله همو الله است. الله زمان ابوبکر با الله زمان ما فرق نداره، یک الله است. همین قرآن که در دست صحابه بود، همین قرآن در دست ما و شماست، فرق نکرده و تا قیامت فرق نمیکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله حفاظت این کتاب خودش به عهده گرفته، خودش به دوش گرفته که کتاب نگهداری میکنم. به همین خاطر جوانای عزیز، از شما اگر خویش و رشته‌دار و قریبتون اگر رفته در دنیای به نام امریکا و اروپا یا در افریقا و در آسیا هستیم، خود ما و شما بریم پرسان بکنین که اما قرآنی که در امریکا هست کدام زیر و زبرش با قرآن آسیا فرق داره؟ نداره. اون قرآنی که در افریقا مردم میخوانند، در اروپا میخوانند، در آسیا، همش یک قرآن است. هیچ تفاوتی در این نیامده و نمیآید و کسی آورده هم ان نمیتونه. این سوره مبارکه در او زمان برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود. پیغمبر تسلی داد، دل جمعی داد، دلش پر کرد که دشمنت این تو میکنم. امروز این سوره حقیقتا برای ما و شما تسلی است. این ما را دلداری و دل جمعی میته، ولی مشروط به ای که امرای الله آشتی کنیم، امرای الله متعال آشتی کنیم. اگر آشتی نکردیم، چون او به ما نیازی نداره، به ما ضرورت نداره، ما به او ضرورت داریم، خود ما ضرر میکنیم، او ضرر نمیکنه، ما ضرر میکنیم. چرا؟ چون در سوره اخلاص خواندیم که الله الصمد است، او ضرورت نداره، بی نیاز است.
بلکه ما نیازمند، ما ضرورت دار، ما حاجتمند هستیم، ما مشکل داریم، ما درد و غم مصیبت داریم که ببریم به دروازه از او، به درباری از او پیش بکنیم که مشکل ما را حل بکن، حاجت ما را روا بکن، نیازمندی های ما را پورا بکن. ما ضرورت داریم. این سوره مبارکه نازل شد در حیات و در زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله متعال انتقام رسول الله را از دشمنش گرفت در زندگیش. اگر ما هم واقعا صادقانه با الله متعال و با دین پروردگار متعال کنار بیاییم، آنچه که حقیقت است امو شویم، مطمئن باشیم که امروز با ما هم امو کار میکنه و الله ذاتی بسیار عزتمند و بسیار با همت است و ذاتی بسیار عزتمند، چون یکی از ناماش عزیز است. ما مشکلات من زیاد است. در کدام چیز هست که مشکل نداریم؟ در چی چیزی مشکل نداریم؟ در کدام کار ما مشکل خلق نمیکنیم؟ با وجود خودمان میدانیم، میفهمیم که مشکلات هست و این مشکلات مرتکب میشیم، ولی با آن هم از خاطر حرص دنیا، از خاطر پول دنیا، از خاطر این سرمایه دنیا شب و روزمان گم است. در آیه اول الله متعال فرمود تبت، هلاک شود. این بدعایی است، هلاک شود. یدا ابی لهبین، هر دو تا دست ابو لهب. یدا تسنیه، دو تا دست میگن، هر دو دست ابو لهب. و اصل نامی از این ابو لهب عبدالعزا هست، نامش عبدالعزا است، به نامی همون بت بزرگشون در مکه کی بود. ولی لهب شعله را میگن، همین سرخی آتش را میگن، شعله را میگن. این آدم سرخ پوست و سرخ چهره بود، ابو لهب. یا به عمو خاطر ابو لهبش میگن که پدر سرخی، پدر شعله، به مو خاطر قرآن ازمشان برش ابو لهب گفته. یا اینکه ابو لهب این فردا در آتش جهنم چنان میسوزد گویا که آتش از خودش باشد، چنانچه که یک پدر در خانه باشه هر چی کس از اموست، پدر شعله آتش شده، هلاک شود پدر شعله آتش. یا همین ابو لهب کاکای پیامبر. ما و شما متاسفانه در یک مصیبتی گیر ماندیم که مسئله کاکا و ماما و بچه خاله و بچه عمه و خویش و رشته دار و قریب. حالا هو هر قسمی که باشه، هر آدمی مصیبت باری که باشه، به دلیل رشته دارش متاسفانه ما در کنارش ایستاده هستیم، برعکس اون برادر مسلمانی که او واقعا آدمی مسلمان، آدمی با دین و با دیانت است. وقتی که مسئله تقابل بیایه، کنار اینا وقتی در مقابل یک دیگر قرار بگیرن، ما در کنار کسی ایستاد میشیم که آدمی فاسد، آدمی فاسق به تمام معنا میشناسیمش، ولی به دلیل رشته دارش در کنار از ایستاد هستیم. بله، از رشته دار حمایت تعصب نیست. چه زمان تعصب نیست؟ زمانی که حق مسلمش ضایع شود. در مقابل غیرش اگر از او حمایت بکنیم، این تعصب نیست، این حقیقتا دفاع از حقوق حقی از این آدم است. اما با وجودی که میفهمی که آدم فاسد است، آدمی فاسق است، آدم گناهگار است، ولی با آن هم وقتی که حمایتش میکنیم، اینمی معناش تعصب بیجای است. باز این در اسلام حرام و نادرست است. هر دو تا دستی ابو لهب. خب این ابو لهب چرا هر دو تا دستش نام گرفته شد؟ چون با هر دو تا دستش طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرد و هر دو دستش بلند کرد
چنانچه آدمایی که بسیار عصبانی شون باز با هر دو دستشون بسیار دستکان میکنن، دست میزنن، امون حالتش و امون شکلی را که انجام داده بود الله متعال در قرآن یادش میکنه و میگه که تو هلاک و نابود شدی. بعد در آخر آیه اطمینان میده و تبع و هلاک شد. تو نبود که دعای خالی بود بلکه هلاک شد. چنانچه گفتیم به او مرض گرفتار شد، یادم تا به اندازه که کسی به جسدی ازی نزدیک شده نمیتونست از بدبویی و تعفنش. الله متعال انتقام پیامبرش صلی الله علیه وسلم گرفته میگیره و این سوره که آن تا فعلا پیش ما و شما میخوانیم تا قیامت این پیش مسلمان از خوانده میشوه. این به خاطر عزیز که در اون زمان اگر الله متعال از پیامبرش دفاع کرده، امروز از من و تو و فردا تا قیامت از مسلمانان دفاع میکنه. ولی مشروط به ای که ما چنانچه گفتیم مسلمان هستیم مسلمان باشیم. مسلمان یعنی تسلیم امر الله. آدم تسلیم، مخصوصا همی برادرای بزرگوار ما که در این مجلس هستن و شما میدان معرکه و جهاد و نظام و این مسائل که دیدین از ما که خوبتر میفهمین. آدمی که اسیر شوه و تسلیم شوه او دیگه همه دار و ندار خودش میندازه، هر دو تا دست خودش تو بلند میگیره. مناش است که من 100% هیچ چیزی ندارم به تو آسیب برسانم، یعنی دستایم هم بلند است، من کاملا تسلیمی تو هستم. مسلمان مناش همیست تسلیمی الله هستم. هرچی که الله و رسولش میگه، الله گفته و رسولش رو به من تشریح کرده و من او رو توضیح داده، من تسلیم هستم دیگه در برابر از چون و چرا ندارم. و صحابه دقیقا همینطور بودن. در غزوه خیبر همین مرکب اهلی، خرای اهلی که فعلا در بعضی از خانه های ما و شما هست و ضرورت داریم به او، ای تا غزوه خیبر حرام نشده بود، حرمتش اعلان نشده بود. دکا بار شده بود از گوشت یزی، ضرورت داشتن، دکا بار شده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی را روان کرد، گفت برو دو چیزه حرمتش اعلان کو، یک گوشت خری اهلی را، دو نکای متعه یا به همون تعبیر مشهورترش نکای صغیره. این دو تا را در بین مردم، در بین صحابه اعلان بکن که اینا حرام است، دیگه از این دو تا استفاده نکنین. صحابه گرفتن همین دکایی که در حال جوشیده بود اینا را چپه کردن. حال یک چیزی که در زندگی ما و شما بسیار زیاد شده خیره است. خیره 100 تا بعد یک آدم میکنه برش میگه که برادر خب خیر حالی شد، خیره. هیچ کجا از این خیر است؟ خیره. اگر این خیر می بوده کسی دیگه خوی را من نمیکرد. کسی از خیر من میکنه؟ کسی خو از خیر من نمیکنه. این خو خیر نبود که مردم من میکنه. این خو خیر نبود که یک مسلمان میگه که برادر این کار زشت است، این کار درست نیست. این خیره نیست، این شر است. ولی متاسفانه ما به شکل بسیار بی‌پروایی و بی‌توجهی و کم توجهی در برابر خیلی از اعمال زشتی است برخوردمون خیره است. خیره. یک طفل باشه، یک آدمی، یک کودکی که تا به هنوز به سن گناه و این مسائل نرسیده باشه، در برابر از او آدم اگر خیره بگه خو خیره، که برای تربیت از او تلاش هم بکنی، بگوی آیسته آیسته جورش میکنیم، تربیتش میکنیم. ولی ما وقتی که به سن بلوغ و به سن تکلیف رسیدیم، وقتی که اعمال زشتی را انجام میتیم، بچهای جوان دهی بغل سرک بشی خیره، او بغل سرک بشی خیره، اینجا مزاحمت بگو خیره، اونجا مزاحمت بگو خیره، مردم تیر شده نمیتونه خیره. خیلی چی قسم این شر وجود نداره. خیلی کلگی تبدیل به خیر شدیم، کل کار ما خیر شده، در حالی که فامیلا و خانواده ما چقدر نیاز دارن به کار، چقدر نیاز دارن، چقدر ضرورت دارن فامیلا و خانواده ما به دست گرفتن.
باور بکنید حتی درس‌های مفت رو من یک زمانی برای جوانان میگفتم که بعضی ها میگفتن که والا ما همی فیس داده نمیتونیم، چون اون زمان کم کم کار بود، کار پیدا میشد، موزیکاری کم کم پیدا میشد. میگفتن که ما نمیتونیم چی بگیریم، فیس همی کورس پیدا کردن نمیتونیم که ریاضی یا مثلا کیمیا چیزی بخوانیم. من در اون زمان هم میگفتم که اگر واقعا ما صادق راست باشیم، اگر یک پنجشنبه بریم یک جای کار بکنیم روز یک 300 افغانی، در هفته یک روز بریم کار بکنیم، یک روز همینطور ناخو از مکتب 40 روز غیرحاضری میکنیم در یک سال، اونم از او زیادتر نمیشه به خاطر از اینکه باز نمیشه از امتحان محروم میشیم. حالا ما به خاطر از اینکه بتونیم فیس کورس خود بدیم نمیشه بریم یک پنجشنبه کار بکنیم. یک پنجشنبه که کار بکنی همین کورس ها خو اکثریت مطلق از این 200 300 بیشتر فیس نمیگیرن. 200 روپیه که فیس بودی یک ماه یک روز کار ما یک ماه درس ما را پیش میبره و میچلانه. ولی مشهود به این که ما خودمون همت داشته باشیم، توجه داشته باشیم به درس و به تعلیم و به آموزشمون. باز یک رقم مردم کاکا هم هستیم که نگو، یک رقم کاکاگریای میکنیم که این کرتیا رنگارنگ میپوشیم، یک رقم نازای میکنیم که نگو، گویا اینکه خود ما دیگه شرکت تولیدی داریم در افغانستان، بزا یک رقم ناز و نخره اینا را میپوشیم. ای کلاه سری ما را بگو، ای پکول سری ما را بگو، ای لباسای جانی ما را بگو، ای بوتای پای ما را بگو، خلاصه هر چیزی که بگوی اینا کلگیش تولیدهای مردم است. ما دیگه تو کاکا میگردیم، خجالت هم نمیکشیم. اگر خجالت میکشیدیم خود درس میخواندیم، خجالت میکشیدیم خود زحمت میکشیدیم، تلاش میکردیم، وقت ضایع نمیکردیم، میرفتیم صحیح مکتب صحیح درس میخواندیم، مدرسه را صحیح درس میخواندیم، مال فردا میآمدیم هم دین میفهمیدیم هم دنیا را میفهمیدیم، علم میفهمیدیم. امروز خود ما بالاخره سر پای خود ساد بودیم. حالا اگر یک 4 سبا یک بندر قزاقستان مثل بندر ایرتان یک جای اگر بسته شو ما شما آرد قزاقینه خلاص دیگه باز بشیم. کسی که پیسه داره باز میره 7 بوجی 8 بوجیش میخره، کسی که نداره باز زیر آلشش میشینه. چی گپ است؟ والا آرد قزاقستان بسته شده، آرد ترخم بسته شده. یادتون یک زمان یا آرد گفتن بسته میشه یا کم میشه، ماشیم هر نفر 10 بوجی 15 بوجی ماشیم. یاسین خان به هر نفر چند بوجی داده بود. وقت کرونا بود کلام بالایی که بود. بازار پیدا نمیشه. یعنی وضعیت ماست، نه؟ یعنی حالت ما است. ولی باز هم ما پند نمیگیریم، عبرت نمیگیریم. الله متعال راجع به ابولهب میگه که و تبه و هلاک شد، با وجودی که ای از خیشا و از رشته دارای بسیار نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، کاکایش بود. بنام برای نجات یک انسان خیشی و رشته داری ارزش نداره. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودن من بطأ به عمله لم یسر به نسبه، کسی را که عملش به کامیابی نرسونه نسبش رو به کامیابی رسونده نمیتونه. بعضی های ما شل هستیم در پشت از که من سعید هستم، سادات هستیم، ما خوش سیب هستیم، سادات هستیم، دم پشت نسب شل هستیم. اگر نسب میتونست برای نجات کسی کاری بکند، کنعان پسر نوح نجات میداد. هم سام یافت در کشتی نجات 6 تا نجات پیدا کردن، اما کنعان که در کشتی نجات با نوح ننشست او غرق شد، نابود شد. خانم نوح علیه السلام، خانم لوط علیه السلام هلاک شدن. کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم ابولهب من بطأ به عمله لم یصل به نسبه، کسی که عملش بر رستگاری نرسانه، اعمال نیک و شایسته شو رو به خیر و خوبی نرسانه، این از تو نسب نمیتونه انسان به جای برسانه. بعد این ابولهب متاسفانه یک چیزی که به او میبالید و افتخار میکرد و مسئله مال و ثروت بود و کسب کار. مثل که حالی مرض در بین ما و شما هم هست. من یک وقت
امی تابستانی بود ایران میرفتم، با یک نفری برابر شدیم، از اون طرف البته می آمدیم برابر شدیم با یک نفری. از همونجا که در گوش ما خان تقریبا تا یکی از مرز ما آمدیم و بالاخره رفتیم از هرات جدا شدیم. میگفت خداوند متعال واقعا مرا لایق دیده، هرچی که خواسته باشم برام داده و بخوام برام میته، واقعا مرا خدا خیلی لایق دیده. من نمیفهم که این گپی از کجا فهمیده که خدا ایرا لایق دیده دیگر را لایق ندیده. همین لیاقت ما کجاست پیش خدا؟ به کی معلوم است که کی لایق است کی نالایق است؟ این گپ لایق و نالایق نیست، بلکه خداوند متعال این پول و سرمایه را که داده این امتحان است. این از کجا پیدا میکنی؟ چگونه پیدا میکنی؟ این در کجا خرج میکنی؟ این فردای قیامت پرسان میکنه. این مسئله لیاقت و عدم لیاقت نیست. اگر کسی به این باور است که خدا مرا لایق دیده نسبت به دیگران، این عقیده قارون است. قارون می باور داشت، میگه من زیاد کار میکنم، زیاد زحمت میکشم، آدم تجارت پیشه هستم، کاروبار یاد دارم، حقم است که داشته باشم. این هم خداوند متعال میگه که این مال و ثروت و کسب و کمالش نتونستی نجات بده. ما اغنا دور نکرد، بنیاز نکرد انهو از او، یعنی از ابولهب، ماله مالش، ثروت و سرمایش ایره از عذاب الهی نجات داده نتونست. جواد جان، ما اغنا دور نکرد. چی را دور نکرد؟ عذاب پروردگار انهو از او، از کی؟ از ابولهب، ماله مال و ثروتش، و ما کسب و آنچه که از دنیا چیزی را کسب کرده بود، کسب و کمالش، او هم نتونست که نجاتش بده. برن راه نجات از عذاب پروردگار متعال قوت ایمان و عمل صالح هست و بس. با ایمان و عمل صالح ممکن است انسان نجات پیدا بکنه. حدیثی است از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، داستان 3 نفر بیان میکنه که شاید شما بارها بار شنیده و خوانده باشین، که در بین غار باران میشه، در بین غار گیر میمانن، سنگ بزرگ میاد دانه غارشون بسته میکنه، فقط بین مرگ و زندگی هیچ فاصله وجود نداره. دیگه 100% مطمئن میشن که بله دیگه زندگی خلاص شد. ولی نجات دهنده زندگی برای از او اما عذر خدا پیش میکنن، اعمال صالح و شایسته ای که به خاطر رضای خدا کرده بودن او را به الله پیش میکنن. یکیش میگه که یا بین خود مشوره میکنن که بیاین کدام عملی مخلصانه داریم به الله پیش بکنیم، میشه الله متعال نجاتمان بده. یکیش میگه که پروردگارا اله العالمین، من پدر و مادری داشتم، تا زمانی که اونها نمیخوردن، نمی نوشیدن، سیر نمی کردن، برای زن و اولاد خود لقمه نانی نمی دادم. یک روزی از روزها رفتم به چراگاه، بز و گوسفندم بسیار دور رفت. شب که برگشتم و آمدم زیاد ناوقت شده بود. آمدم متاسفانه پدر و مادرم خواب بردن، هر دویش خواب برده بود، بیدار نبودن. شیر آوردم، حالا حیران مانده بودم که اگر پدر مادرم از خواب بلند کنم اینا اذیت میشن، بی خواب میشن، آزار اذیت میبینن، از این خاطر بیدارشون نکردم. از طرف دیگر این تفلکایم در گرد پایم میگشت که پدر شیر بده به ما. میگه یک کار کردم پروردگار، تو خود دیده بودی که من یک کار کردم، تفلکا را خواباندم تا به اینکه نزدیک سحری پدر و مادرم به حالت طبیعی از خواب بلند شدن، بیدار شدن. من شیر اول بری پدر و مادر خود دادم، باز به اولادایم. یا الله اگر این کارم به خاطر رضای تو کرده باشم، ما را از این مشکل نجات بده. سنگ کمکی از غار فاصله میگیره، از دان غار یک کمکی فاصله میگیره، یک روشنی به چشمی از یا میرسه از خاطر پدر مادرش. این عملی که مخلصانه به خاطر الله کرده. جوان عزیز،
بین حال ما تو خود طول بکنیم، ترازو بکنیم. آیا محبوبیت پدر و مادرمان در برابر زن و فرزند خودمان چقدر است؟ اون عمل مخلصانه به خاطر الله بود. دومیش میگه که پروردگارا اله العالمین مزدورکار نزد کار کرده بود، مزدش مانده بود، یک چیزی پیش من، یادم رفت، دیگه نیامد، پیداش نشد. بعد از سالها پیدا شد، گفت که اما مزد باقی مانده مرا بده. میگه من این مزد باقی مانده پولی از در تجارت گذاشته بودم، سری از این کاروبار شروع کردیم، یک عالم بالاخره سرمایه جور شد. این روز پیدا شد، گفت که بتی اما حق مرا. گفتم این دشته که میبینی هرچی بز و گسپند و گاو و شتر از کلش است، برو جمع کن برو. میگه گفت که خیره که من غریب هستم، با من مسخره نکن، رشخند نزن، حق ما بته. میگم رشخند نمیزنم، حقت است، امی کلش از مال تو است. تا فعلا نگه من نگاه کردیم، مردگیش گوشتش خوردیم، از پوستش استفاده کردیم، از گوشتش استفاده کردیم، از پشمش استفاده کردیم. این حال چیزی که از در دشت و بیابان که میبینی امی از مال تو جور شده، بگی برو. میگه این گله بز و گوسفند و گاو و شتر اینا را گرفت و رفت. یا الله، اگر من حق این مزدورکار رو به خاطر رضای تو داده باشم، یا الله ما را از مشکل خلاص بکن. این سنگ به اندازه فاصلش میشه که هنوز هم روشنی میایه ولی نمیتونن بیرون شون. سومیش میگه پروردگار تو خب به من پول داده بودی، به من پیسه داده بودی، اما کاکای مادمی فقیر و ناتوان بود، اما در این حال دختری جوانی هم داشت و هم زیاد دوستش داشتم، علاقه هم داشتم به این دختری کاکایم. روزی از روزها آمد از من کمک طلبیست. برش گفتم دختر کاکا، به تو پول میتونم کمک میکنم ولی مشروط به ای که به من تن بتی، در برابر من تسلیم شوی، خواسته ای که دارم. میگه چون که مجبور بودن از خاطر فقر و بیچارگی، امی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کاد الفقر یکون کفرا، بعضی اوقات فقر انسان به کفر میکشانه. الله همه ما و شما را از فقر نجات نصیب بکنه، از فقر ایمانی الله نجات ما نصیب بکنه، از فقر دینی الله نجات ما بده و از فقر مادی و دنیوی هم الله نجات ما بده. میگه دختر قبول کرد، برش پول دادم، تسلیمم شد. اون لحظه ای که میخواستم همراهش یک جا شوم از طریق نامشروع، یک بار این دختر کاکایم برام گفت که از الله بترس، به طریق نامشروع از ما استفاده نکن. فیل فور از بین چارپا دستش بلند شدم، یا الله اگر او کار به خاطر رضای تو کرده باشم، پروردگار ما را از این مشکل نجات نصیب بکن. سنگ از دان مغاره بلند شد، عرصه توش از داخل غار برآمدن رفتن. و ایره صادق ترین انسان دنیا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. داستان این سه نفره. ایمان و عمل صالح میتونه که انسان از بند و قید مصیبت ها و مشکلات ها نجات بده. ابو لهب پول هم داشت، ثروت و سرمایه هم داشت، کسب و کمال هم داشت، ولی نتونست نجاتش بده. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. چی میشه فردا؟ سیصلا، زودیست داخل میشود نارن، در آتش ذات لهب دارای شعله. ذات دارای یا صاحب لهبین شعله. خب لهب یک جایی که خواندیم دیگه، لهب در عربی شعله را میگن. ذات لهب دارای شعله. این فردا سرنوشت آخرتش چی است؟ ولی سرنوشت دنیاش آنچه بوده که دیدیم. و تبع بعد فرمود که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. در دنیای سرنوشت شد، اما در قیامت سرنوشتش چیست که فردا به جهنم میره. سیصلا نارا ذات لهب. شریک جرم مجرم است. یک کسی یک جرم میکنه، تو با اشاره سر قیدش میکنی، تو هم شریک از این جرم میشی. این که عملا با او همکاری بکنی،
مطمئنن که این جرم است و این جنایت است و تو شریک از اون جرم و جنایت هستی. ابو لهب خانمی داشت به نام ام جمیل. به نام ام جمیل واقعا خانمی بسیار زیبایی هم بود. در میان مردم قریش خانمی بسیار زیبایی، الله متعال حسن جمالی عجیبی برش داده بود. اما متاسفانه که این خانم بجای اینکه حسن و جمالش برای سجده پروردگار استفاده بکنه، بلکه از این قوت و قدرت و شرف و انسانی که الله برش داده بود در مخالفت پیامبر الله مصرف میکرد. این هم همکار شوهرش بود متاسفانه و تلاش میکرد که خس و خاشاک و خار و سختی ها و بدبختی ها را بیاره سر راه پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم بندازه تا اینکه پیامبر نتونه به آسایش و آرامش به عبادت پروردگار ادامه بده. این همکار شوهرش بود در این عمل زشت و نابکار، برای آزار و اذیت پیامبری کار میکرد. و امرأته و خانمش. خب این چی معنا؟ و امرأته، همین واوی که در اینجا هست، این از لحاظ گرامری علمای گرامری عربی یا صرف نحو میگن که این واو معناش این است که چنانچه در اونجا الله متعال فرموده که سیصلی نارا ذات لهب، در اینجا ستصلی نارا، ستصلی امرأته نارا ذات لهب، زودش که داخل میشه خانمش هم در آتشی دارای شعله، نه تنها خودش بلکه خانمش هم. بنان اسلام از ازدواج زن مسلمان با مرد کافر منع کرده. چرا؟ چون معمولا زنها متأثری از مردا می باشن، چنانچه که اینجا ام جمیل متأثری از اعمال و افکار و رفتار شوهرش است، اما کار زشتی را که شوهرش در برابر پیامبر میکنه این هم میره همون کار میکنه. خانم‌ها معمولا متأثر میشن و در اجتماع ما شما، در معاشره ما شما هم متاسفانه خیلی از اوقات تجربه های تلخی به میان آمده و ثابت شده. یک دختر مسلمان با تمام معنا، با تمام ایمانداری میره قرآن حفظ میکنه، میره ترجمه میخونه، میره تفسیر میخونه، میره دین میخونه، دین یاد میگیره، فردا میره به یک آدم ناباب وقتی که ازدواج میکنه میبینی که آیسته آیسته هم بینماز میشه. میبینی که همین دختر مسلمان این هم میبینی که آیسته آیسته بالاخره کم کم خواهرایی هست که بالاخره اینا میتونن استقامت و مبارزه بکنن. دیگه اکثریتش متاسفانه همون چیزی که شوهرش خواسته همون تو میشه. یکی از خواهرها وقتی که به امریکا در مدت 3 سال وقتی که به امریکا رفت، حافظ قرآن بود. من ایران بودم، زنگ زد گفت که استاد وقتی که ما یک مدتی در کمپ ماندیم و بعد از او که میخواستیم مال بریم به سمت جا و جلوی خود، جایی که برای زندگی خود گرفته بودیم، شوهرم به من میگه که این لباسای درازی که میپوشیدی اونجا دیگه این لباسا رو نپوش، اینجا لباس کوتاه برات میخرم. میگه من برش گفتم که بسیار گپ خوب است، تو مرا تکیت ما پس بگی ببر کابل، مرا در میدان هوایی کابل همونجا پایین بکن، باز تو بیا اینجا یک دانه زن دیگه بگی لباسش کوتاه باشه، همینجا همراه زندگی بکن. ما و دختری نیستیم که سالهای سال رفتم درس خواندم، حافظ قرآن هم شدم، حالا اینجا بیام برای تو لباس کوتاه بپوشم. ما او کس نیستم. او آدمی را که تو میگی کدام کسی دیگه است. اما این تعداد خواهرها کم هستن. بنان پدرای بزرگوار متوجه باشن، برادرای عزیز ما به خواهرای مسلمان خود توجه باشن، به خواهرای خود توجه داشته باشن. همه ما توجه داشته باشیم که آدم اهلی باشد. میگر آدمی بود 10 تا پسر داشت، خیلی خوشحال بود، خرسند بود، 1 تا دختر خانهش تولد شد، بسیار جگرش خون شد که خانه دختر تولد شده. کسی پرسان کرد مگم بین دختر و پسر در اسلام تفاوتی نیست، چرا جگرت خون است؟ گفت به خاطر ازی که برای 10 تا پسر میتونم شوهر، برای 10 تا پسر دختر خوب، همسر خوب پیدا بکنم، اما برای 1 دختر شوهر خوب پیدا کردن کار سخت است.
واقعا روزگار ما فعلا هم روزگار شده است. این دختر مسلمان با صد زحمت و ستر و حجاب و حیا 20 سال تمام عفت و پاکدامنیش رو نگاه میکنه، ولی وقتی که میره با ما و توی جناب عالی ازدواج میکنه برای اینکه برای دینش حفاظت و نگهداری کرده باشیم، بلکه متاسفانه چنانچه خود ما به نماز صبح بلند نمیشیم خواب هستیم، او را مجبورا از نماز صبح محروم میگیریم. کجای از کار ما انصاف است و شایسته است؟ حالا ازدواج که شب شما خود میفهمید در جامعه با شما یک هفته نفر گم است، یک هفته گم است، هیچ معلوم نیست چه گپ است. عروسی کرده دختر یا بچه است؟ امی بچه یک هفته گم است. و امرأته خانمش حمال گفته میشه بردارنده را. حمل ما شما میگیم نه تحمل، حمل کردن، حمل اینه برداشتن. حمال بردارنده است الحطب هیزم را. امی جمیل این خس و خاشاک و ایزم میبرداشت و ایره میبرد در مسیر راه رسول الله صلی الله علیه وسلم انداخت. فی چی معنا داشت؟ در جیدها گردن آن. جید گردن میگن. فی در جیدها گردن آن، یعنی گردن این خانم به نام ام جمیل حبل ریسمان بود می مسدین از پوست خرما یا از لیف خرما. این ریسمانی را یک معناش است که ریسمانی را از همه پوستای خرما و از اینا جمع کرده بود، او را ریسیده بود و بافته بود، توسط از این میرفت خار و اشیای موذی و اذیت کننده را می آورد در مسیر راه پیغمبر مینداخت. یا معنای دیگرش است که این الله متعال در اینجا بیان کرده، معناش است که فردا امین ریسمانی که در اینجا از لیف خرما ساخته بود، از پوست خرما، این به عنوان زنجیر آهنی در آتش جهنم در گردنش بسته میشه و در اونجا کش کرده میشه. الله متعال مادرای عزیز ما و شما را با خواهرایمان از این مصیبت نجات نصیب بکنه و پروردگار متعال گردن همه ما و شما را از این مصیبت ها و از این دردها خلاص بکنه. و اله العالمین امت اسلامی را یک بار دیگری به دور قرآن زمشان جمع کنه و توفیق جمع شدن به همه ما و شما نصیب بکنه. ببینین جوانای عزیز، کسی فکر نکنه که من خسته هستم، من مانده هستم، میرم کار میکنم. همه ما و شما به کار ضرورت داریم، همه ما و شما به ضرورت داریم، ولی این کار کردن همش به خاطر است که جسم ما پوشانده شود، شکم ما سیر شود. ولی یادمون باشه که ما به دینمون بسیار شدیدتر و بسیار جدیتر ضرورت داریم از این جسم و از این شکم بمان کده. به دینمون بیشتر ضرورت داریم و این دین ما و شما خینمی کتاب دینه و ما و شما یاد میده. حالا اگه توانمندی از این نداشتیم که بالاخره یک مضمون کتاب فقه شروع بکنیم یا یک مضمون مثلا حدیث شروع بکنیم، سوی دیگری را حداقل یک ترجمه در توان ما و شما هست، امیر هم که میخوانیم. حالا دیگه از دوستایتون دعوت بکنین، از دیگه دوستا هم بخواین، وقتی خیر است ما و شما میخوایم خیر بگیریم، دیگه راه در خیر ان شاء الله که شامل بکنیم. خب از اول یک بار تکرارش بکنیم. تبت الله شود یدا هر دو دست ابی لهب، ابو لهب و و و و و چی معنا کردیم؟ و معنا کردیم نه؟ تب هلاک شد و هلاک شد. ما اغنا دور نکرد عن از اونه عن از هو او. فردا یک جای مثلا شما خواستین ترجمه به کسی یاد بتین، درس بتین، اول باید خود ما بفهمیم که از او معنای چی چیزی است. باید بدونیم که از معنای عن است، او معنای هو است. این را خود ما اول بدانیم که باز شاگرد خود فهمانده بتونیم. ما اغنا دور نکرد عنه از او مالش. چی را دور نکرد؟ عذاب پروردگار متعال. و ما کسب و آنچه کسب کرده بود، مهارت و مسلکی که داشت، او هم نتونست نجاتش نصیب بکنه. زود است.
این سینگ در اول یک کلمه عربی وقتی که بیایه به این ترتیب باز او زود یعنی زود و به نزدیکی و به زودی زود است یسلا داخل می شود نارن در آتشی را که ذات لهبین صاحب چی است؟ شعله است و امرأته و خانمش حمالت بردارنده الحطب هیزم بود فی در جیدها گردن هم حبل رسمانی من مسد از از زیف خرما از پوست خرما. بارک الله فیکم. جوان عزیز یک ارزیابی بکنیم خفه خو نمیشه کسی انشالله نه؟ یا الله ما را کامیاب کن پروردگارا اله العالمین ما را کامیاب بکن. الهی